در برنامه امروز آبی آسمانی مهمان شریف و عزیزی دارم که شما میشناسینش. بابا معرفی رو که یه بار کردی، از قدیم گفتن هیچی نگو وقتی نمیدونی چی میخوای بگی. خودم بحث رو باز میکنم. اصلا من اومدم یک نگاه استراتژیکی بندازم به کل وضعیت نظام از بالا. کاری هم به خردریز ندارم. اوضاع یه مقدار سه هست، سه بیشتر، سه تا 9 تاست اوضاع. داستان بشار رو اولش بعضیا میخواستن یه طوری نرم بگن، نمیتونستی بگیم طرف داره سرنگون میشه. که مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوته بچهش رفته بود بالای دیوار، بهش میگفت بچه جون بیا پایین میافتی مریض میشی ها. ولی دیدیم قضیهش جدیه، نمیشه دورش زد. اون صالحی مشنگ که شده وزیر خارجه که دیگه ببین چیه، که قبلش به اندازه متکی هم در گفتن نداشته که اونو گذاشته بودن وزیر خارجه. صالحی میگفتش که بیاید به رو خودمون نیاریم، بحثای منطقه‌ای رو از عراق و نوری مالکی شروع کنیم، انگار اصلا سوریه‌ای وجود نداره. از رو همین حرفش تو میتونی بفهمی که سایز مغزش اندازه فندق و اینجور چیزاست. در همین اندازه است، یعنی در همین اندازه هاست. من خیلی رویایی حرف نمیزنم. نه تازه رویاییش هم همین قده. خلاصه صالحی میگفتش که بحث سوریه رو بپریم، عین گانیه بریم رو عراق. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت دکتر، گوهای دکتر نمیدونم چرا به محض اینکه اولین لقمه رو میخورم دل درد بدی میگیرم. دکتر بهش گفتش که خب اولین لقمه رو همیشه بذار کنار، از دومین لقمه شروع کن. صفا کردی مثالو. پیشنهاد میکنم بیا مجری شو تو تلویزیون. تو برو یه کوزه مناسب تهیه بکن، پیشنهادتو بذار در کوزه آبشو بخور. ناکس چقدر از خودش راضیه. بعد 90 و بوقی خیلی که میخواد منت بذاره به دریای استراتژی میگه بیا بشین جای من. ناکس به دل نگیری، در مثل مناقشه نیست. ولی خر اگه اینقدر اعتماد به نفس داشت الان سلطان جنگل بود. من بحثامو کردم، یه چیزی بگو تای برنامه رو ببند بریم پیکارمون که اعصابم خورد و خاک شیره. امیدوارم این لحظاتی که با شما حرف زدیم برای شما به بتالت نگذشته باشه. ماست بخوری با این تعبندید، بلد نیستی درست حسابی خداحافظی کنی. آبی آسمانی زندگیتون پر از تلالو. چیه تو نفست گرفته یا افته که اینطوری حرف میزنی؟ یعنی مشکل تو ششته یا تو کلته؟ خودم خداحافظی میکنم، برنامه تمومه، عزت همگی هم زیاد.